به نام خداوند بخشنده مهربان. با سلام و درود به همه دوستای عزیز. چند روز پیش بازی رو نصب کردم، بعد بروز رسانی براش اومد، باز دوباره بروزش کردم، گفتم یه ویدئوی معرفی ازش بذارم. واقعا بازی روون، فوق العاده جذاب. آخرین سری 8 گیگ بود، بعد میگم بالا که میبینید 11 گیگ و 420 مگ تا الان بروزش شده. این بازی چند روز پیش باید شما فیلتر شکن رو روشن میکردید، اجرا میکردید، فیلتر رو قطع میکردید، ولی الان اینجوری نیست. الان به سادگی وارد بازی میشه و دیگه گیر نمیکنه. آره، دو حالت داره: حالت روح، حالتی که ایمیل بهش دادید. من حالت روح رفتم بازی کردم، بعد بروز که اومد گفتم بذار حالت ایمیل بهش وارد کنم. خب من حالا میزنم روی بالاییه سبزنم، ویدئوی اولش میبینیم. اون ویدئو که رد شد، حالا بذاریم بازیش واقعا بازی بی نظیریه، جذابه، ارزش بسیار زیاد داره. خب اینجا کارهای ایمیلیست انجام میدم، بعد پلی میدم. از قبل من ایمیل دادم، همه کاراش کردم. نگاه کنید، سرور آسیا داره، اروپا داره، امریکا داره. توجه، دقت کنید. یه سرور رو انتخاب میکنید، میرید پینگ کم، نمیدونم چی کم، لولتون رفته بالا، میایید سرور رو عوض میکنید، میرید لولتون 0 میشه. پس اگر در ایرانید آسیا رو انتخاب کنید. خب حالا ما میزنیم بریم داخل. اشکال نکردم، رد کرد. اشکالی نکردم، فیلم رو رد کرد. توصیه من به شما اینه، این بازی رو 1 گیگ و 760 مگ خب دانلود که میکنید، میتونید بدونی که چیزی دانلود کنید برید توش. من سری اول بدونی که چیزی دانلود کنم رفتم، اون ویدئوی اول رو نشون نمیده، فیلم ها رو نشون نمیده. پس توصیه میکنم 11 گیگ و 420 مگ یا همون 8 گیگ رو کلن دانلود کنید. نگاه کنید حرکت هاش دقیقا مثل کال آف دیوتیست، با این تفاصیل که خیلی روانتر است. خیلی برای که ویدیو زیاد نشه، من حالت آموزشی رو رد میکنم، چون که قبلا کال آف دیوتی بازی کردم، اینم یک جوری مثل کال آف دیوتیه، با این تفاوت که مثل پارکوره، در دیوار میچسبید و میره بالا. یک ذره میرم، بعد نگاه اینجا با این اشاره میکنید که بره کاور کنه، یعنی پشت جایی. میتونید اینم رد بدید. من تو اونجایی که کاور میگیره میرم، میبینید چقدر خوشگل رد میکنه. میتونید مثلا از اینجا بیاید، نمیشه، باید رو من کاورشو خیلی دوست دارم. حالا چیز میکنم، ردش میکنم، چون اینجوری وقت شریف شما کمتر گرفته بشه. نگاه، این بازی از بین 4 حالته، یعنی شما باید انتخاب کنید که چه سبک مبارزه میخواید، چجوری.
اگر این رد کنه، نگاه کنه اینجا اینجوری میگیرید، این کاوره، فوری میره کاور میکنه. خب این داره میگه از بین 4 مدل جنگیدن یه مدل رو باید تست کنید و یه خوبی نکته ریز و قابل قبولی که داره، میتونید بیاید هر 4 تا رو تست کنید. همینش مهمه. به صورت اول مثلا اینجا یه توضیح اینجوری داره، حتی شما میتونید برید اینو بازی کنید، نیاز نیست که مثلا فیلم رو بیایم ببینیم. اینجا روی اینجوری کلیک میکنیم استارت، به ما یاد میده که با این قابلیت چه کارهایی میتونیم توی بازی کنیم. حتی میتونید چندین بار اینو تکرار کنید. نگاه داره میگه که مثلا این واقعا چیز خوبیه این سبکش. فکر کنم اون دکمه‌ای که زدم و نباید میزدم که برداشتم وسیله رو، باید باشه، چون من قبلا نگاه این دیگه نباید اون دکمه برداشتن رو بزنم، باید بزنه همینجوری. ویدیوی قبلی 1 ساعت شد و برای همین کلن پاکش کردم. 2 جور شلیک داریم ما، یکی اینجوری، یکی دیگه با نشانه اینوری اینجوری. اگه به اینا دیر عمل کنید و دمیج بهتون بخوره، شما رو احمق صدا میزنه. نگاه داره چیز نارنجک میندازه، باید فوری فرار کن. سایپر میذاره. بازیش واقعا بازی قشنگیه، فقط دقت کنید برای انتخاب چه مدل جنگیدن، چون که وقتی انتخاب کنید دیگه نمیشه برگردیم. خب حالا بریم روی تست. نگاه اینجا به ما میگه میخواید با این ادامه بدید، قلم بیاد این گزینه، یعنی آره من اینو تست کردم میخوام، این یعنی برگشت انتخاب بقیه. خب بعدی این مدل و این یکی، هر قدرت هر روش جنگیدن 3 نوع مبارزه کردن داره. خب حالا با هم میریم اینو تست. واقعا بازیش ارزش بازی کردن داره. این نکته که فیلتر نیست عالی. این روش رو که میخواید انجام بدید یادتون باشه که یه وقت چیز رو نزنید. اما اون علامت چی بود که من زدم؟ برداشتن رو
من اسنایپر رو برداشتم. اون این شاتگان میاره. اون نشانگیری سمت راست زوم میکنه شلیک، نشانه سمت چپ همینجوری دریوریست. نگاه تو این حالت شما میخواید اون قدرتی که میدوه میپره یه مشت محکم میزنه، نباید اینجوری جلو بهتون کاور باشه. نگاه کنید هیچ کاری نکرد، دیدید؟ فقط اونو پرت کرد. ولی اگه جلو من خالی میشد من خودم میدویدم با همون دستگاه میزدمش زمین. نگاه کنید اینجوری میکنه. بعدم که روی اون میزنید میگه که مثلا اینجا بریم این چارتا رو میزنه، یه خط قرمز داشت. وقتی هم کاور میکنید بخواید از دست کاور در بیاید، یا دکمه زده که اگه پایین رو بزنیم از کاور در میاد. خب نگاه من طور مثال دوباره براتون اونو بگیرم. نگاه این ببینید انگشت من روشه، ولی اگه پشت کاور باشیم دیگه نیاز نیست، فقط اونو پرت میکنه. بعدم این گروه HB نیاز نیست که مثلا چیز کنید ای به فکرش باشید، در چند ثانیه با شارژ میشه. خب الان من پشت این دستگاه روی اون کلیک میکنم، اینو پرت میکنه چون پشت کاوره. نگاه پرتش کرد. خب بریم بقیه چیزاش هم تست کنیم. بعد این یکی این شاتگان برمیداره. نگاه این میبینید، ولی اگه سمت چپ رو بزنید فقط شلیک میکنه. بعدم یک تعداد داره، اینجوری نیست که نگاه این چون کاور جلوش نیست نمیشه من مثلا پرتش کنم. نگاه نمیشه، اینجوری میشه. ولی اگه پشت کاور باشم میتونم اونو پرت کنم و همین نکتهش خوبه. ریلودش کامل بشه. خب حالا من پشت کاورم سنگر گرفتم، با زدن اون دکمه میتونم اونو پرت کنم. نگاه پرتش کنم. همین نکتهش نکته قابل توجهیه. آخری رم و اون دکمه زبدر این بالا رم که بزنید این کنسل به معنای پرت نکردن. میگیم پشت کاور و پرتش کردیم. بد بود، خوب نخورد. خب حالا بریم تست بعدی. باز گزینه سمت چپ. خب این یکی اینو من خیلی دوست دارم، یکی از انتخابام این باید باشه احتمالا. این قابلیت اینی داره که دشمنا رو ببینه. این یکی به کاور شلیک میکنه، وقتی که میرید پشتش دمیج کمتر میخورید،
شلیک که میکنید دمیج بالاتر وارد میکنه. این یکی وقتی فعالش کنید روی دشمن ها قفل میکنه. حالا بریم تست. جمعشو نشون میده. You have two primary shaped tech devices at your disposal. Employ these to eliminate the enemy. نشون داد که مثلا اینا دشمن ها هستن. حالا اینو من خودشو نمیدونم ولی اینجا زده دمیج رو یک خورده بهتر خواهد کرد یا با یه تیر اونم نه به سر. خب این وقتی که شما شلیک میکنید باید نشونه بگیرید ولی با این قدرت فقط شلیک میکنید یا این خودش اتومات نشونه میگیره. قشنگ مثلا میتونید یه انتخابی کنید که اسنایپر بردارید بهتر بهتون بیاد. همه بازی ها یک قولم داره یا این میتونید جوری اون خط قرمز رو میبینید میگه اگه من اینو اینجا بندازم این آدما صدمه میبینن. داره نمیجت میزن. نگاه دیگه نیاز نیست که نشونه بگیرید با یه تیر میتونه بکشه همه رو. همینش من به خاطر همینه اینو دوست دارم. خب و گزینه آخر این یکیه. بعدم یکی چهارتا رو که تست کنید تصمیم بگیرید کدوم انتخاب کنید. انتخاب کردینم باید یه دور دیگه هم برید بازی کنید. خب با هم بریم اینو تست کنیم. اینه قدرت‌هاش. خودش من نمیدونم که این میشه بعد تغییرش داد توی بازی بدیم. پس توصیه میکنم دقیق تر فکر کنیم. یه جوری میشه تقلبه. حالا قول میاد یک آموزش جزئی میده که بعد قول بیاد بتونید بهتر عمل کنید. تا من یه ذره دستمو خاکی کنم چون دستم عرق میکنه انگشتا بعد درست نمیتونم عمل کنم. برای همون رفتم گرد و خاکا رو جمع کردم سر انگشتای شستم میزنم بعد بهتر عمل میکنم. زیادی بهتر. این اون نارنجک رو به سر گلولش میکنه سر تفنگش.
نگاه اون صدمه میبینه. با وجود که خیلی خوبم عمل کردم به من میگه بازنده. Good instincts, Agent Candidate. خب حالا هر 4 تا رو با هم تست کردیم. شما باید ببینید کدوم رو میخواید و اگر یه وقت خواستید ببینید چه قدرت هایی دارن، میتونید با انتخاب این گزینه دقیق تر ببینید. که مثلا این قابلیت ها رو داره، یک نارنجک که مثل رباته، اینو من به خاطر این بر نمیدارم که فکر میکنم یه جلوی تقلب میشه. این به درد اون کسایی میخوره که عاشق مبارزه از نزدیکن. این سپر میتونید جدا از اسنایپر یا یه گان دیگه بردارید، ولی این سپرش فقط شاتگان یا متفنگ ساچمه‌ای، اونم به تعداد محدوده. اینم همون چیزیست که من میخوام برش دارم، خیلی دوستش دارم. اینم که دیگه نیاز به نشانه نیست، همین که دوسترم خودش شلیک میکنه. و گزینه آخر این یکی، این یک جوری مثل نارنجکه که دمیج بیشتری وارد میکنه. که واقعا بی نظیره. خب نگاه اینجا، اگر شما مثلا یکی از اینا رو هم تست کردید، باید یه دور دیگه برید بازی کنید. من اون یه دور رو میرم بازی میکنم، بعد انتخاب نهایی پلی میدم. خب من این چیزا رو که گفتم رو انتخاب کردم که واقعا دوستش داشتم. خب اینو بزنیم، برمیگردیم یکی دیگه تست کنیم، ولی اگه به جاش روی این بزنیم یعنی که من اینو انتخاب کردم و بازی تموم. خب ما اونو انتخاب کردیم، دیگه جای تست نیست دیگه، رفتیم بازی شروع شد. خب تا اینجا بس ویدیو. اینم یک معرفی از این بازی که واقعا بازی قشنگیه و لازم به ذکر بگم که این بازی توی فروشگاه پلی نیست. خب اینجا حق انتخاب به شما خواهد داد، مرد یا زن یا زن یا مرد. یه نکته قابل توجه و عالی که این بازی الان داره اینه که شما میتونید با صورت این مثلا صورتشو جا به جا کنید که چجوری چند حالت باشه، زن باشه مرد باشه. بعد مثلا من مرد دوست دارم، خودم مردم، خیر سرم. بعد روی اکس نکس که بزنید میرید توی بخش انتخاب کردن. سری قبل چند روز پیش که اینو من تست کردم فقط 4 تا بود، فقط 4 تا انتخاب داشتیم.
دقیقا همینا بود. نگاه، این بود، این بود، این و این و دیگه انتخاب دیگه ای نبود. ولی الان 5 اومده، تقریبا 8 انتخاب اومده، یعنی واقعا به درد میخورن. قیافه ها رو ببین. بعد اینجوری نیست که مثلا من بگم اینو بردارم برم گونه هاشو کوچیک‌تر کنم. نه، من جومونگ دوست دارم، اینو دوست دارم. خب حالا بذار زنشم بیارم، یعنی شخصیت زن جومونگ نیست. یه یوتیوبری عزیز گفته بود که امریکا یا همین نمیدونم کجا هستن، با شخصیت پردازی ژاپنی ها نگاه میکنی کیف میکنی، ولی اصلا اینا قیافه ها رو ببین. خب من اینو میخوام، این بعد اینجوری مثلا صورتشو میتونیم تکون بدیم تا ببینه هی بای you will come no. آره نگاه مثلا این اومدم بخورمت، اینجوری مثلا نگاهش. خب این انتخاب میکنم. بعدی اینجا میتونیم مثلا رنگ پوست تیره باشه، روشن باشه. من اینا رو هیچ کدوم دست نمیزنم. از موی بلند خوشم میاد. این نه، این مثلا اینا که مثل یاکوزا هستن پوستشون گری کرده، اینم قشنگه. بعد نمیشه از این بیشتر نمیشه اینو تکون بدم. سیده اینو من دوست دارم، عالیه، بلنده، خیلی دوست داشتنیه. بعد رنگ مو، من خیلی این رنگ رو دوست دارم. یه لحظه من استوب کنم، رنگشو درست کنم، وقتتون گرفته نشه. خب نگاه کنید، من اینو تست کردم. بعد نکس که بزنیم میره روی شلوار. دقیقا چند روز پیش قبل از که بلوزستانی بیاد شخصیتاش همین جوری بود، همین 4 تا بود. مثلا اون صورت ها رو تغییر میداد. خب من اینجا دیگه نمیشه زوم کرد. کپشن زیر. واو 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 واو. اوکی شلوار. واو 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 واو. اینم خوشگله. کیوش. قطعا این و این خیلی بهش میاد. این یا این، همین. خب میگه مطمئنید که راه برگشت نیست داده ها؟ مطمئنی؟ ها مطمئنی. خب حالا از ما میگه اسم تو وارد کن. خب اسمو میخوام اسم کانال رو بذارم، اشتراک. خب اسم کانال رو گذاشتم.
متاسفانه با این من وارد شدم با این اسم. الانم میگه که این اسم هست. چرا؟ یه لحظه اسمش کن. خب میگه اسمی که انتخاب کردید قبلا انتخاب شده. نگاه ما پلیران نمیدونم چه حکمتی است توی این. الان شد برای من پیش اومد، برای شما پیش نیومده. بازی رو همه کارو کردیم، همه چیزاشو درست کردیم، دیگه آماده است. روی اسم که میرسیم میمونیم. چه اسم کنیم؟ خب من استاپ میکنم، یه اسم پیدا میکنم، با کابوس هم وارد میشم. اسم خودم زدم، انتخاب شد. کابوس یعنی که اسمم که صدا میزنه یه حال بدی بهم دست میبره. خب اسمم گذاشتم قاسم و رفتم تو بازی. هرچند که الان پشیمون شد. بعد داخل بازی که برید یک مراحل آموزشیم داره که مثلا چجوری رفیق جمع کنید و اینا. جانم نون اگه یک چای بری من بریزی داغ باشه. نه نکلی دیگه. خب ویدیو دیگه تمام. بس دادم اینجا. اینم نقشه جانباز که تا حالا من ندیدم. داخل که میریم نیازی نیست مثلا این گان اینجوری نمیشه تیزی کنیم. ساده از این بازی که من این بازی رو نصب کردم و به دنیای این بازی اضافه شدم. این نسخه فروشگاه پلی نیست، از یک سایت معتبر دیگه دانلود کردم. اگر خواستید قسمت نظرات بگید اسم سایت رو میگم، چون اینجا میترسم یخبند کپی بزرگ جریانم. بعد جو تنظیمات هم نداره، مثل که سری قبل که تست کردم گرافیکش قلف بود. یه چیز دیگه ویدیو تمام دیگه. بعدم این اسم رو بخوام تغییر بدم هم نمیدونم چقدر برسم کنم. بعدم یه کلا کانالی که من درست کردم برای اینی که تجربیاتم از بازی نشون بدم. اینم بازی بعد میکنم هرچی که یاد گرفتم چیز جالبی بود براتون به اشتراک میگذارم. انشالله ویدیو رو اپلود میکنم امشب. در پناه خدا باشید، سلامت باشید، خدا نگهدار.